خیلی خوشحالیم که با یه ویدیو دیگه در خدمت شما هستیم. امروز اومدیم برای اولین بار به رپ تاجیک و دریل تاجیک ریاکشن بریم. تا الان دوتا آهنگ تاجیکی رفتیم که جفتشون پاپ بودن. یکیشون حالا نمیشه سبک پاپ گفت، اون یه سری میدونیم سبکشو اسمشه نه سنتی نه، مثلا میگن یه اسم خیلی خوبی داره ولی من الان توی ذهنم نیست، حتما اگر بود توی ادیت می‌نویسم واسهتون. اون دوتا رفتیم، عالی بود و خیلی انتقاد از ما شد که نمیفهمیدین حرفا رو. واقعا یه چیزی بگم، واقعا خیلی سخته که بخوای حتی آهنگ ایرانی هم من گوش بدم و هر کسی که گوش بده خیلی سخته برای اولین بار گوش بدی و کاملا متوجه شی. اینو من گفتم واسه اون اشخاصی که میگن شما نفهمیدی و نمیدونم این حرفا، ولی در کل آهنگ، موزیک، موسیقی حسو به آدم میده. من از اون ترک مثلا افضل شو خیلی خوب حس اون غمشو گرفتم و اون اتفاقایی که واسش افتاده و با کمک شما کامنت های خوب و پر انرژی شما فهمیدم که چه اتفاقی افتاده و واقعا عالی بود. الان اومدیم برای اولین بار لند مستر دریل تاجیک و رپ تاجیک رو گوش بدیم. امیدوارم اونم مثل بقیه خفن باشه. بریم این ترک رو با هم گوش بدیم. تاجیک دریل Let's go. Unit heading up to the code 3 chase. Suspect was last reported southbound on Highway 99. از الان داره نشون میده خطرناکه این بیسیمه. منو یاد بازی جی تی ای میندازه که وقتی میاد شروع میشه صدای همچین چیزی میاد. چه یا هاپ 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 هاپ. امیدوارم منو به وجد بیاره. Dodoj drill da playaj, Jošečka na گرفنه ای سرده روزیته لند گالیلئو گالیلئای. اوه چه صدایه، به استایل و اندازش نمیخوره همچین صدایی داشته باشه. Biznes ma biznesmen ma farmaceut ma avicennate kente pen gufta gashtaj huligani kućaj aj sorobon i trekamon da magneton jo da rajon jo da ma biznesmen ma farmaceut ma avicennate kente pen gufta gashtaj huligani kućaj aj sorobon i خودم گنگ کجای ها 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 سوسیس камон да магнетон jo da rajon jo da salon автосалон jo da zalo zaloj kalon da baro barıştek. چقدر ببین من توی اون آهنگایی که گوش داده بودم خیلی بهتر متوجه می شدم. توی رپ چقدر سخت‌تر کلمات و پیچیده در اعلام، چقدر خوب داره میخونه واقعا. Šahon, bedaš nomo be falon falon ma alo kada alo alo ai nomi legenda da te salam jala Dilima da repišemo bandaj, dilima da repišemo bandaj jala Metoni ba moni dali bođo palan kala teđemo nekati zagera kala خیلی خوبه واقعا. dilima da repišemo bandaj سخت صداش. Nabada nema da hismekani darao Omada nema da aga bandan dara Lent автоматом, lent supermene Aj tori darod me para Parakalo, bugure pat یه خورده یه ذره ریز به لهجه روسی میزنه. آفرین. آره یه لهجه روسی توش هست، واسه همین یه خورده سخت‌تر میکنه کار ما رو که متوجه بشیم چی میگه. ولی مهم اینه که خیلی وایب باحالی داره میده و فلو جالبی داره. میدونی چی میگم؟ Marakalon, nestaktiv aj parsal Imroz da play vest farsal Bagi nostalgija Lenda sa došte da nostalgije Da magnetona carte balan To poligrasi da na gazađih To poligrasi da na gazađih. این احساس میکنم خیلی غلیظ‌تر داره صحبت میکنه تاجیکو. اگر نکته چیزی خاصی توی این ترک هست به ما بگید زبونش و اینا، چون احساس میکنم خیلی پیچیده تر داره میخونه. میدونی یه سری کلمات متفاوت که واقعا به گوش من اصلا آشنا نیستن. من تاجدار ای تجکا تاجک زبان از هچکا من تاجدار. ببین یه چیزی بگم، ما خیلی چیزاشو متوجه میشیم ولی مثلا چون الان مثلا یه تیکشو متوجه میشم جمله که کامل نمیشه واسم، خب نمیتونم اینو بیان کنم چون باعث میشه شاید به اشتباه من یه جمله رو بگم که شما رو به اشتباه وادار کنه، مخصوصا ایرانیایی که دارن این ترک رو میبینن
و این خوب نیست. پس ترجیح میدم نگم که باز لذت ببریم از ترک آهنگ که یه موقع اشتباهی هم پیش نیاد. Den barxeshtan Hosil az jak das beshtan Solo raftan neki yoshuma Repesh mera vaqte ki boshuma Rap artist totuna dafkanen To vaqte ki boshuma yoshuma Tak qogazima aval tekst bud Ahozi faqat aksi rudaki Pesh ekonom klas maksimum رودکی آدم خفنی بوده بابا. Rap artist totuna dafkanen To vaqte ki boshuma yoshuma Tak qogazima aval tekst bud Ahozi faqat aksi rudaki Pesh ekonom klas maksimum Ozilen Pablo e brutaki Ma anti-betting, ma svidi-betting Mara naga silka pilka i qimor Sån aj bet politiker, ma aj pastar fajta banda Ma anti-betting, ma svidi-betting Mara naga silka pilka i qimor Mara natarson aj bet politiker, ma aj pastar fajta banda من نترسان از این بیپولی. تاجیک دیریل واقعا خیلی باحال بود. من اصلا انتظار اینقدر کیفیت و فلو خفن و صدای خفن رو نداشتم. واقعا خیلی عالی بود و تبریک میگم اینکه دیریل تاجیک مثل همون آهنگای تاجیک دیگه هم واقعا قشنگ و زیباست و من خیلی لذت بردم. نظر تو چیه؟ به نظر من که خیلی خوب بود. مثلا خشم توی صداش خیلی خوب بود. انگار قشنگ میدونی صداش عالی بود. آره مثلا رضا پیشرو دیدی چه جوری میخونه میکروفونو میخواد بخوره، اینم همینجوری احساس میکنم جلو میکروفون اینجوری. آره خیلی خفن بود. مرسی که این ترک رو به ما معرفی کردید. قطعا قراره از موزیک و آهنگ‌های تاجیکی خیلی بیشتر ریاکشن بریم چون تازه شروع کار ماست و حتما اگر یه آهنگ خوب و خفن سراغ دارید که کلی ترند شده و بین همه تاجیک ها معروفه، حتما این زیر کامنت کنید واسه ما. کامنت های شما به ما انرژی مثبت میده که به کارمون بیشتر اهمیت بدیم. اگر انتقادی هم دارید حتما اون زیر بنویسید که ما بهتر بشیم. مرسی که تا اینجا ویدیو همراه ما بودید و اگرم بابا عزیزم تو هیچ سوتیای منو میگیری به ما را ای میخندی تو. اگر این ویدیو رو دوست داشتید حتما لایک اون بغل بزنید و چنل ما هم سابسکرایب کنید. خیلی دوستتون داریم. فعلا خداحافظ.